این میدانی توگزار که در خوجگی دهقانی غزی ناحیه دیوشتیچی ولایت سوق جایگیر است نو بنیاد می باشد. توگزار در نتیجه تطبیق برنامه‌های دولتی جهت بنیاد و برقرار نمودن باغ و توگزارها بنیاد شده الکی برآور گردیده است. اعضای خوجگی غز عبدالستار حمیدوف میگوید این قطعه زمین سالهای زیاد به کار خوابیده بود و در نتیجه زحمت‌های زیاد به چنین باغ حاصلخیز تبدیل داده شد. با گفته او وابسته به اقلیم پرورش توگزار در ناحیه دیوشتیچ با اصول مخصوص صورت میگیرد. اینجا توک رو نمیبردارند برای اونکه زمستان اینجا خنک است، زمستان باید تگی خاک کنی برای از خنک نگاه داشتن. با اولی بهار از تگی خاک بیرون میکنی برای اون اینجا توک بالا برداشته نمیشد. این یک اصول یک نوعی توک پروری در جمهوری حساب میخورد. نسبتا اقلیم خنک توک پروری از همه بهترش همین است. وابسته به اقلیم در ناحیه دیوشتیچ نوهای گوناگونی انگور از جمله حسینی، چیلگی، یکدانه و آبک پرورش کرده می شود. همین شب و روزها خوجگیداران حاصل نوبتی انگور را جمع‌آوری نموده به بازار میبرارند. طوری که شوارزان میگویند جمع‌آوری حاصل چند ماه ادامه میکند. از این رو آنها انگور را هم برای خود ذخیره میکنند و هم به بازار میبرارند. جمع‌آوری حاصل از ماه آگوست سر میشه. یکم چینک پیش چیلگی میکنیم. یک بار میکنیم، بعد از با پختن با دویم بار میکنیم، بعد از تا ماهای اکتبر هم خیلی انگور پیش قفا پختن میگیرد، پختگیش کنده فروختن میگیریم، مایزش مایز میکنیم، همین قشلاقی غزنترک میبراریم میفروشیم و مرکزی ناحیه. در خوجگی دهقانی غز زیاده از 500 گکتار زمین کارا می باشد. از اون جمله توگزار 75 گکتار توگزار شرایط اقلیم مساعد است. من از 1 گکتار توگ 40-60 سانتی حاصل داده شده است. باید گفت که بنیادی باغ و توگزارهای نو در تمام قلمرو ناحیه دیوشتیچ ادامه داشته. در نیم ساله اولی سال 2022 موافق معلومات آماری همگی 113 گکتار باغ و توگزار نو بنیاد کرده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 10 از 1 گکتار زیاد می باشد.